هر یک کشوری که فرهنگ را از دست داد، در اون کشور بی‌ناموسی می آید، در اون کشور بی‌عقلی می آید، در اون کشور بی‌سوادی می آید، در اون کشور به احترامی می آید، در اون کشور همه بلایی که هست می آید. گر بشنوی سخن دل مگو که خطاست، سخن شناس نی خطا اینجاست. پیش از اینی که حرفهایی که از دلم میزنم دوستان عزیز آنها را خطا بگویید، خوب فکر بکنید شما خطا شناس هستید یا نه. پیش از این که صحبتم را آغاز بکنم میخواهم برای دوستان بگویم که در چی باره میخواهم صحبت بکنم. امروز میخواهم درباره همین دخترکی 6 ساله‌ای که دردش دادن و آتشش زدن صحبت بکنم. پشت این در شعبه نجات شفاخانه رقم 3 پایتخت آسیا زلفانووا بیستر است. دختر 6 ساله‌ای که روز 19 ایون در حدود ناحیه سینا او را آتش زدند. طبیبان میگویند حالتش وزنین است. دخترچه در حالت نهایت وزنین با جراحت‌های سوخته تقریبا 65% بدنش جراحت‌های سوخته‌اش با آتش با صدمه درجه نهایت وزنین به شعبه ما وارد شد. تا حال توبت را قبول کرده ایستاده است. حالت بیمار در عین زمان وزنین میماند. دوستان عزیز، شاید بسیاری ها سوال بکنید از کجا اینقدر بیرحمی، از کجا اینقدر ناآدمی، از کجا اینقدر بی‌شفقتی، به احترامی به انسان در کشور ما پیدا شده است و زیاد شده ایستاده است. باز هم بگویم که از نابود شدن فرهنگ است. میگویند که شاید که شما زیادی بد درباره فرهنگ صحبت میکنید. دوستان عزیز، این نوار را تماشا بکنید که بفهمید به خاطر چی مردم ما از فرهنگ دور می شوند. دیدید وقتی که ما با صدای بلند گپ میزنیم که دوستان عزیز کوشش بکنید که در تربیه کودکان پیش صف باشین، کوشش بکنید که در نجات دادن فرهنگ پیش صف باشید، اما دوستان به ما یا که به من سنگ میزنن که شما به تربیه نسلی نورست چی کار داریم؟ اگر که من کار نگیرم تو کار نگیری، امروز یا فردا یک کودک نه 10 کودک نورسانی ما آتش میزنند. مثلا در سالهای قبل نفرانی که آوازخوان بودن هیچ وقت کوشش نمیکردند که یک خیانت، یک بدی به فرهنگ بیارند، مثل عادل هاشمی. مردی حق را چون شناسد زاهدی خود ناشناس، چون رسد در دیگره هر کسی از خود باز ماند. مردی حق را چون شناسد زاهدی خود ناشناس، چون رسد در دیگره هر کسی از خود باز ماند. اینها کوشش میکردن که زبان تاجیکی را زنده بکنند، اما امروز
فرهنگ ما لطمدار شده است و فرهنگ ما روز تا روز از بین می رود و هیچ کس هم پروای آن را ندارد. وقتی ملت در باطلاق بی فرهنگی دارد خود می زند. دوستانی عزیز، با چنین بی‌رحمیت یک کودک را آتش زدن، این اصلا جای شرمندگی است. نفرانی که باید برای فرهنگ صحبت میکردند، باید برای فرهنگ مردم را آماده میکردند، کجا هستند؟ میدانید که تمامی بدبختی ها از کجا شروع میشوند؟ ما دور نمیریم. یک مثال به مثل بنگلادش، زیاده از 90% مردمش کمبغل و نادار هستند و میدانید به خاطر چی؟ به خاطر در وقتش بعض دولت ها و بعض نفرها عالمان و فرهنگدانان این ملت را از بین بردند و اینها تا حال دارن عذاب میکشند. امروز جامعه فرهنگی ما دارد روز به روز از بین می رود. آیا شما می دانید چقدر فرهنگ شناس و عالم و باسواد و با تجربه این ملت هر روز دارن از تاجیکستان فرار میکنند؟ به خاطر چی؟ چرا مردم دارن فرار میکنند؟ چرا عالم های ما نمیخواهند در کشور خدمت بکنند؟ شما فکر میکنید گناه آنهاست؟ نه، چون که شرایطش نیست. چرا ما دیده نمیبراییم که به خاطر چی نورسان ما اینقدر بی فکر شدند؟ مشکل اساسی در کجاست؟ تمامی بدبختی ها از بی فرهنگی و از بی سوادی شروع می شود. تمامی بدبختی ها از نادانی شروع می شود. امروز به خاطر یک نفر بی فرهنگ را شنیدن آماده اید که $1000 در پیش، اما به خاطر اینکه فرزندتان را در پیش یک معلم بگذارید و آن تعلیم بگیرد راضی نیستین که $100 بدهید. این را میگویند عقب روی، این را میگویند بی فرهنگی. از نسل نورس شما چی انتظارید؟ چیزی دادید که میخواهد بگیرید؟ آیا شما جو کاریدید یا گندم؟ شما فکر نکنید که از جو گندم گرفته میشود، حتی هیچ وقت نه. ما بیاییم کشورهایی که پیشرفت کرده اند مقایسه بکنیم که چرا آنها پیشرفت کردند و ما داریم در باطلاقی به فرهنگی میغوتیم و هیچ قسم نیست که این ملت را از این باطلاق بکشد و نجات بدهد. و هر یک نفری که به هر کاری باشد، با شوخی باشد، با بازی باشد، در فرهنگ میخواهد لطمه بزند، ما باید صبر نکنیم، در حال جوابش را بدهیم. امروز زبان ما از بین رفته ایستاده است. امروز بسیاری ها متنفر هستند از زبان اصیل تاجیکی. هر یک فرزند این ملت باید بداند که مبارزه بر ضد بی‌فرهنگی این کار ما و شماست. اگر می خواهید که در آینده وطنی داشته باشید، پس نگذارید که بی‌فرهنگان فرهنگ ما و شما را از بین ببرند. چون این اشخاصی که شما دیدین، این اشخاص ها می توانند که فرهنگ و ملت و موجودیت ما را از بین ببرند. ما نباید دلسوز باشیم. ما 30 سال پیش دلسوزی کردیم، 27 سال پیش دلسوزی کردیم که این بیچاره کمبغل است، این هیچ چیز نداره، این خدمت میکنه، 1 روز بیستین، 10 روز بیستین، اما 10 سالها گذشت خدمتی نکردند. از دلسوزی ما بود. شما فکر نکنید که دلسوزی ما که یک نفر هم بر ضد فرهنگ کار میکنه و ما باز دلسوزیش بکنیم یک فایده برای ملت داره. نه،
ملت باید قاطعاً بر ضد نفرانی باشد که میخواهند در فرهنگ و در روش زندگی اصیل این ملت رخنه بد بیندازند. دوستان عزیز، آینده نسل نورس، آینده تمامی شهروندان عزیز ما در دست هر یکی ما و شماست. اگر ما و شما قانون خود را بدانیم، اگر ما و شما حقوق خود را بدانیم، اگر ما و شما بدانیم که در حقیقت ما چی کاری میتوانیم بکنیم، مردم ما از ضلالت نجات خواهد یافت. با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و مددگار شما باشد.